قو موجود عجیبیه از این جهت که جمعی زندگی میکنه و میگن یکی از معدود موجوداتیه که زمان مرگش رو میفهمه و هنگام مردن از گله قوها جدا میشه و میره یه جای تنها میمیره. نکته دیگر اینه که میگن قو موجودی است که یک بار در عمرش جفت انتخاب میکنه. اگر انسانی نگاه کنیم یک عشق داره در طول زندگیش. و نکته جالبتر اینه که قو صدا نداره. یک بار صدای قو شنیده میشه، به تعبیری آواز قو شنیده میشه وقتی است که با جفتش آشنا میشه. و یک بار دیگر هم قو میخونه، لحظه مرگ، همون وقتی که تنها شده از قوهای دیگر جدا شد. دو بار آواز قو لحظه مردن و لحظه عاشقی. در واقع تعبیر میکنیم ما انسان ها که لحظه مرگ